هر دو تیم یعنی لیورپول و وست هم جزو تیم‌هایی هستن که بیشترین تعداد پاس‌های انتقالی رو در لیگ برتر داشتن. آره، یعنی اینکه تونستن که منطقه بازی رو با پاس‌های بلند عرضی یا طولی عوض بکنن و جالبه وست همی که الان در رده 16ام جدول قرار داره در این رده‌بندی از نظر پاس‌های انتقالی در جایگاه دوم بعد از لیورپولی که صدرنشین لیورپولیا 115 تا پاس دادن، وست هم 114 تا، وولورهمپتون 99 تا، فولام 98 تا، منچستر یونایتد 88 پاس انتقالی حالا ارضی یا طولی داشتن که منطقه بازی رو عوض کردن. شاید یکی از ضرری که وست همی‌ها در این جایگاه قرار دارن اون میانگین سنی بالای تیمشون که بیشتر سعی می‌کنن توپ رو حرکت بدن تا اینکه بخوان از بازیکن‌ها دوندگی بازیکن‌ها استفاده بکنن. وولورهمپتون هم که اشاره کردیم، الان وولورهمپتون هم بکنم 2-0 از تاتنهام جلو بود. البته تاتنهام دیگه الان باختناش زیاد جلب توجه نمی‌کنه که اون بیگ 6 یا 6 تیم بالای جدول نمیشه حسابش کرد. زمانی خیلی حرف برای گفتن داشت. ولی در این فصل نه اون شرایط رو. خب یه بخشی رو ببینید عزیزان، برمیگردیم صحبت داریم باتون، در خدمتتون هستیم.